بانک ملی تاجیکستان با سیستم یونیستریم قرارداد امضا کرد و اکنون روان کردن مبلغ طریق رقم کارتی به تاجیکستان امکان پذیر شد. بنا به معلومات سامانه بانک نقطه رو اکنون طریق نظام انتقال مبلغ یونیستریم که برای مهاجران مشهور است میتوان در رقم‌های کارت‌های بانکی تاجیکستان و ازبکستان، کارت ملی و اسکارت پول فرستاد. در اطلاع آمده است که مشتری میتواند مبلغ را با یورو و یا دلار انتقال دهد و در تاجیکستان آنها را از کارت با پول سامانی به دست بیارند. برای انتقال دادن مبلغ مشتری باید با خود شناسنامه و رقم کارت قبول کننده پول را داشته باشد. انتقال در یک لحظه به انجام رسانیده می شود. برای انجام انتقال مبلغ به ازبکستان حق خدمت رسانی کمیسیون 0%، اما به تاجیکستان 1.5% را تشکیل می دهد. جمعیت سهامی بانک تجاری یونیستریم در روش نام خود دارای اپراتور و نظام انتقال مبلغ می باشد. اولین بار یونیستریم در سال 2006 اجازتنامه انتقال مبلغ را صاحب گشت. تا این وقت با نام بانک یونیستروم فعالیت داشت. چند پیش خبر داده بودیم که هر سال از روسیه به تاجیکستان از جانب مهاجران مهنتی مبلغ کلان انتقال می یابد. حالا هر ماه به حساب میانه از جانب هر یک مهاجر $150 به کشور انتقال می گردد. طی 7 سال اخیر طریق نظام انتقال پول یونیستریم زیاده از $2 میلیارد به تاجیکستان فرستاده شده است.